أيامك الغر بالآلاء والنعم، أقبلت يا رمضان الخير مشرقة. أيامك الغر بالآلاء والنعم، رمضان 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 الخير يا رمضان. أيام باشد پذیرا رمضان می آید، یک ماه به حیث مهمان می آید. با هر قدم مبارکی آن از غیب فیض و برکت به خاندان می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی قدر، با شکرگزاری از نعمت بیکنار پروردگار و با احساس افتخار از رسیدن به ماه مبارک رمضان، همه شما را با این ماه شریف و پربرکات صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. ماه رمضان که خداوند آن را در قرآن کریم همچون ماه هدایت و رحمت ذکر کرده است، برای هر یک مسلمان فرصتی بهترین تقویت بخشیدن ایمان، توبه، صبر و تحمل و انجام دادن اعمال نیک می باشد. همدیاران و هموطنان عزیز، همونطوری که پروردگار در سوره بقره در آیه 185 می‌فرماید، ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده است، همچون هدایت برای مردم و دلیل‌های روشن از هدایت و فرق کننده بین حق و باطل. برای همین در این ماه ما مسلمانان بر روزه گرفتن، عبادتی بیشتر و انجام کارهای خیر از جمله کمک به نیازمندان سعی میکنیم که به رحمت الهی نائل گردیم. همدیاران و هموطنان عزیز، ما امیدواریم که امسال مردم مظلوم تاجیکستان ماه مبارک رمضان را در فضای آرام و آسایشته سپری میکنند. اگرچه در گذشته حکومت امام علی رحمان بارها در این ماه مقدس نسبت مسلمانان ستم کرده است و ظلم را دیده است، ما فراموش نمی کنیم ظلم حکومت دیکتاتوری امام علی رحمان را با زندانیان شهر خوجند که آنها را مسموم کرده کشت. ولی امسال ماه شریف رمضان در حال فرا می رسد که جهان اسلام با مشکلات آزمایشی زیادی روبرو است. مسلمانان زیاد در سراسر جهان، مخصوصا در فلسطین، غزه، یمن، سوریه، افغانستان و کشمیر با ظلم و بیدادی و محتاجی روبرو می باشند و ما باید فراموش نکنیم که خصوصا وضعیت دهشتبار مردم بیگناه غزه که زیر بمباران صهیونیست‌ها و محاصره آنها قرار دارند، دل هر یک شخص بیدار و با ایمان را ریشه می کند. حدیث مشهوری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فراموش نشود که می فرماید مسلمانان همچون یک جسدند، اگر هر یک عضوی آن درد کند تمام جسد با او هم درد می شود. حدیث صحیح از صحیح بخاری و مسلم است. از این رو ما از تمام مسلمانان دعوت می کنیم که در دعاها و عملهای نیک خود برادران و خواهران مظلوم خود را فراموش نکنند. دعا کنیم که خداوند ظلم را از بالای مظلومان بردارد و به آنها صبر و نیرو عطا کند و به همه ما امکانیت کمک و سهمگذاری در سبک کردن رنج و عذاب آنها نصیب گرداند. در این ماه پربرکات بگذار دلهایمان با محبت، سخاوت و اطاعت پروردگار روشن گردد. بغض و عداوت، کینه و کدورت و قهر و غضب را از دل ماها دور بگرداند و به ما روشنی را عنایت فرماید. برای همین از نام خودم و از نام سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان تمام مردم شریف تاجیکستان و مسلمانان جهان را به فرارسیدن ماه شریف رمضان صمیمانه تبریک میگویم و امیدوارم که فضای بدی که امروزه مسلمانان قرار دارند انجام می‌یابد و ما در فضای آسایشته و در جهان با محبت و نیکی و صداقت زندگی میکنیم. رمضانتان مبارک باشد.